امروز در مرافع سودی بررسی شد پرسش یکی از نمایندگان دعواگر سنگینف و پرسش طرف جوابگر که در وقت پرسش نماینده دعواگر ابراز نمودند که اساسی و دعواشون مقصد که نام مقاله در نام مقاله کلمه خر استفاده بوده شده است و همین جهت اونها حساب میکنند که تأخیر شده شان و شرفشون پس شده است و در مجموع همه فاکتور رقمایی که در مقاله استفاده بوده شدن اونها واقعیت ندارن گفته دعواگر چنین ابراز کردن و طرف جوابگر باید به مقصد نوشته شدن این مقاله باید به سبب نوشته شدن مقاله ابراز نمودند که مقصد نوشتن مقاله باید برآوردن کمبودی ها و اصلاح کردن کمبودی ها بود نه اینکه اون پس دادن شان و شرف کلمه خر به کدام چیز آورده شده است و آن رو باید که متخصصان به‌گذاری کنند لینگویست باید به‌گذاری کنند که آیا همین نامگو کلمه و جمله به کدام شکل استفاده برده شده است تحقیر می یا که دیگه منو یا که علامت سوال می باشه معنی داد کنشه باید متخصص است ما به هیچ وجه این چیز رو تحقیر نمی‌سازیم چون خر یک حیوان است اون تحقیر حساب کردن نمی‌شود یعنی ما در همون صلاح‌ها و طور سوالی آورده ایم که چرا در دوشنبه با خر آب کشیدن عیب بوده است ما نگفتیم که در دوشنبه با خر آب می‌کشند یعنی جانب دعواگر ماهیت جمله تصدیقی را از جمله سوالی درک نمی‌کنند و اونها حتی همون مطلب شاید خوب نخونده باشند همون صلاح‌های همون مطلب شاید اونها رو به خشم آورده اما صلاح‌ها ما نگفتیم که در دوشنبه بخار آب می‌کشند گفتیم که پیشنهاد کردم من در قالب ژانر فیلتون پیشنهاد کردم که باید اگر یگون راه یگون علاج نباشد که شما از آب استفاده کنید باید با خر آب کشیم اگر هیچ امکانات دیگر نداشته باشیم دیدی یا دیدی اگر فقط اون شاهد میشه دلیل اگر همین جمشید باشه سکتی کسی اومد میموشه عزت خدمت براوجت تو با خنده سیر که برا همون